من هر شب میخوام یه داستان براتون تعریف کنم و داستان امشب در مورد پاشنه آشیله. حتما قبلا این اسم رو شنیدین. به نقطه ضعف یه نفر میگن پاشنه آشیلش. توی اساطیر یونان آشیل یه نیمه خدا و یه قهرمان بوده. نیمه خداها فرزند مشترک بین انسانها و خدایان بودن. نیمه خداها قدرت‌های خیلی زیادی داشتن، اما برعکس خدایان نامیرا نبودن و عمر فانی داشتن. مادر آشیل که یک الهه بوده به نام تتیس، برای اینکه فرزندش نامیرا بشه از پاشنه پاش میگیره و اون رو فرو میبره توی رودخونه استیکس. بعد از این قضیه آشیل نامیرا میشه و بدنش فنا ناپذیر میشه، به جز پاشنه پاش که مادرش اون رو فرو برده توی رودخونه استیکس. در آخر پاشنه پاش میشه نقطه ضعفش و از همونجا ضربه میخوره و میمیره. منتظر داستان فرداشم باشید.